به نام خدا سلام. به جلسه اول دوره طراحی خیلی خوش اومدین. توی این جلسه قراره با هم دیگه طراحی و آناتومی چشم از روبرو رو یاد بگیریم. برای دوره طراحی شما به وسایلی که مورد نیاز هست، یک مداد و یک پاکن، به همین سادگی. خب برای این که ما یک چشم از روبرو بکشیم، اول یک بیضی میکشیم به این صورت. خب از ابتدا و انتهای بیضی یک خط به این شکل میکشید، دو تا خط عمودی. حالا وسط این دو تا خط رو مشخص میکنید و یک خط عمودی دیگه میکشید. اینجا این مرکزی که علامت زدید میشه عنبیه چشم، اینجا میشه مردمک چشم. دقت کنید که عنبیه چشم رو گرد بکشید. خب حالا طرح کلی چشم رو ببینید به این صورت میکشیم. اینجا مجرای اشک رو یکم ببینید، مجرای اشک یکم پایین تر از انتهای چشمه. اگه اینجا یک خط راست بکشیم، این یکم پایین تره و این بالاتره. خب اینجا پلک بالای چشم رو میکشیم که با توجه به مدلتون این پلک تغییر میکنه. حالا من همینجور فرضی میکشم. ببینید بچه ها، همیشه دقت کنید که ببینید این عنبیه چشمه، این بالای چشم یکم رفته داخل عنبیه اگه دقت کنید. خب حالا اینجا هم این شکلی میشه. اینجا لثه پایینی چشم ببینید در طول چشم باید به یک اندازه باشه، یعنی اینجور نباشه که اینجا یکم باریک باشه، اینجا نه، باید به یک اندازه باشه از اول تا آخر چشم. خب حالا بچه ها توجه داشته باشیم برای سایه زدن. ببینید اینجا سایه ها رو یکم پررنگ‌تر میزنن. به چه دلیل؟ چون سایه مژه ها اینجا افتاده، به خاطر همین یکم پررنگ‌تر میشه. کلا این اطراف پررنگ‌تره و اینجا وسطا کم رنگ‌تر میشه. مردمک چشم هم. خب اینجا هم همینجور یه سایه انگار افتاده. حالا مژه ها رو میکشیم. ببینید برای کشیدن مژه ها ببینید این شکلی میکشید. خب این شکلی اشتباهه، باید تمرین کنید که دستتون روون بشه. اینجا وسطای چشم حالت دست عوض میشه چون مژه ها به سمت بالان. خب مژه های پایینی ببینید برای کشیدن مژه باید نوک مدادتون خیلی تیز باشه. خب حالا ابرو. برای کشیدن ابرو ببینید یکم جلوتر چشم اون تاج ابرو رو میکشید. ابرو هم دیگه به این صورته، یه خط راست، بعد که به آخرای چشم میرسه یکم هلالی میشه این شکلی. میتونید اول مثلا خیلی کم رنگ آب ابرو رو بکشید، بعد موهاشو بکشید. ببینید بچه ها، کلا برای کشیدن ابرو مو باید نوک مدادتون خیلی تیز باشه، به این خیلی دقت کنید.
خب ببینید حالا تاج ابرو یکم خفیفه. خب بعد میریم سمت، ببینید موهای ابرو مثلا اول یکم راسته، هی که میایید این ورتر خوابیده میشه این شکل. ببینید اول مثلا این یکم ضخیم خط، بعد که به آخر میرسه نازک میشه. به این شکل ابرو رو میکشید. ببینید تو بخشای سایه زنی اینجا معمولا سایه های پررنگ تری داره. خب هرچی میاییم این ورتر باید کم رنگ تر بکشید. فشار دستتون رو کم رنگ تر کنید. و اینجا هم همچین حالتی داره چشم. خب این طراحی چشم از روبرو.